اگر میخواهیم از حالت مرگ صحبت کنیم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توصیه کردند که شما کلمه توحید را، یعنی لا اله الا الله را، با انسانی که در سکرات موت است برو تلقین کنید، برو بگوید لا اله الا الله، لا اله الا الله. و میگوید انسانی که پاک نیست و زنانی که بیمارند خوب است که در حالت سکرات موت همان خانه را ترک کنند، برای در اون حالت ملائکه رحمت فرود می آیند. پس خوب است که مکروه است که اونها در اونجا باشند. انسانی جنوب گوییم، انسانی که از طهارت دور است و بیماری زنانگی دارد، خوب است که از پیش همون میت دور ایستد در لحظه سکرات موت. یعنی هر لحظه کلمه شهادت رو گفته میسنه به خاطر تکرار. بله، به خاطر گوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که هر کسی که آخرین کلمه‌اش، آخرین سخنش، آخرین جمله‌اش اگر لا اله الا الله باشد داخل الجنه، او داخل جنت میشود. خدا کند که آخرین جمله ما و آخرین کلمه ما لا اله الا الله باشد. در حقیقت وقتی ما سکرات موت رو دیدیم، این پند است، این درس است برای انسان. باید از اون عبرت بگیرد و درس بگیرد. نماز بخوانید پیش از اون که بر شما نماز خوانده شود. نماز خوانید پیش از اون که بر شما نماز خوانده شود. بله. وقتی که مرگ آمد اولین کلمه باید چی باشد؟ لا اله الا الله، برای تلقین کردن همون انسانی که در سکرات موت است. سپس وقتی که روحش برآمد، این وعده ها و این بشارت هاست. شاعر میگه نشان حق چی گویم چون مرگ آمد تبسم در لب اوست. همین انسان صالح، انسان نکوکار، انسان نکو و خیرخواه را چی گویم، چی توصیفش کنم که همین مرگ بالاش آمد، همین نشانه بس است که تبسم در روی اوست. یعنی بشارت به جنت و بشارت به لقای پروردگار جل و علا دارد. در حقیقت بعد از آن باید چشمانش پوشیده شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از صحابگانش رو چشمانش را بعد از سکرات موت پوشیدند. بله، باید معنی آن بسته شود. باید پایهای انگشتان کرانی پا به یکدیگر باید بسته شوند تا اینکه وقتی روح انسان از جسمش بیرون می شود، یعنی دیگر هیچ قوی نیست که اون را نگاه بدارد. خنک می شود، به هر طرف میل می کند. این چیزهایی بودن که در اولی سکرات موت می شود. ببینیم حدیثی که ابی سعید الخدری از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، میگویند وقتی تابوت مؤمن انسان صالح را بالای دست میگیرند، روح او چی میگوید؟ قدیمونی قدیمونی، مرا تیزتر به خانه آخرتم برید، مرا تیزتر به خانه آخرتم برید. اما انسانی که نکوکار نیست، انسانی که همه ضررش به همه انسان ها رسیده است، انسان خوب نیست، میگوید ای وای مرا به کجا میبرید، ای وای مرا به کجا میبرید. این نداها را همه میشنوند به جز انسان. حیوانات، حشرات میشنوند به جز انسان. همین ندایی که روح انسان فریاد میزند همه مخلوقات میشنوند به جز انسان. و در آخر حدیث میگوید که اگر انسان این را بشنود، این فریاد را بشنود، هوش از سرش می رود، دیگه خود را اداره کردن نمیتواند. با این خاطر بزرگ گفت که پشیمانی وزنین ترین سخت ترین در همون روی تابوت، یعنی انسان به خدایا میگه یک بار دیگر مهلتم ده، یک لحظه وقتم ده که نمیگذارم یک نفسم به یادی تو بگذرد. و در این صورت میگه بر دل چتاف نور خدا ناله میکنم، بر عمری رفتم به خطا ناله میکنم، گفتن ناله کنان میرود. خداوند جل و علا در قرآن میگوید که وانفقوا مما رزقناکم، نیکی کنید، زکات بدهید، صدقه فطر بدهید، نیکی کنید، انفاق کنید از آن چیزی که خداوند جل و علا بر شما روزی داده است. ببینیم یکی از حسرت های انسانی که در حالت مرگ است چیست؟ از همین آیه درک میکنیم. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیش از آن که مرگ به سراغ یکی از شما بیاد. فیقول، و میگوید انسانی که در حالت سکرات موت است، فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، پروردگار به من یک مهلتی کوتاهی بده، فاصدق، چنان نیکی کنم. در همین حالت میفهمد که تمام همون مشقت های زندگیش، جمع آوری یعنی مال و اشیا و برای دنیا دویدنش همش بیهوده است. میگوید که فاصدق، پروردگار به من یک فرصتی کوتاهی بده تا اینکه نیکی کنم، و اکون من الصالحین، و از جمله انسان های صالح و نکوکار باشم. خب در دوم آیات میگه ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، وقتی اجل انسان فرا رسید، وقتی انسان تمام شد،
هیچ دقیقه هیچ ثانیه دیگه از اون تأخیر نمی شود و تقدیم نه پیش میاد مرگ و نه بعد میاد. والله خبیر بما تعملون و خداوند از اون چی که میکنید آگاه و دانا است.